سلام، امروز میخوام داستان پسری رو براتون بگم که پدر و مادرش آگهی میدن که هر دختری زیر پسر ما بخوابه و بهش یه دور مجلسی بده یه ماشین جایزه میگیره، چون پسر ما شنبولش آکبنده و هنوزم از وکیوم در نیومده. پس یه صابون گلنار بذارید دم دستتون که حتما لازمتون میشه. فیلم با دختری به اسم مدی شروع میشه که بهش میگن چون مالیات تو ندادی ماشین تو توقیف میکنی و ماه بعد هم بانک خونه تو میگیره. مدی هم برای مأمور یکم اشوه خرکی میاد که حالا بیا بریم تو خونه، تونبون تو بکش با این یکم نوشمک تو بخورم، بعداً با هم صحبت میکنیم. اما از اونجا که مدی جون جنده تشریف داره، همون موقع یه مرد لخت دیگه از خونش میاد بیرون و میگه بیا دیگه بابا سالارمون خوابید. چی تو نبرد؟ اون توی یه رستوران کار میکنه. دوستش سارا یه آگهی بهش نشون میده که یه پدر مادر برای پسر 19 سالشون دنبال یه دختر زیر خواب میگردن که بهش بده و قبل از اینکه پسرشون دانشگاه بره اونو از پرون بودن و اورجینالی در بیاره. واقعا مادر خوبی داری. هر دختری که شنبول طلای پسرشو به خودش جا بکنه یه ماشین جایزه میگیره. این نرخر جیم شوهر دوستش ساراه. میگه اگه من تو شورتم این دست خر رو نداشتم و دختر بودم حتما به جات میرفتم. این تو بچه جیم چون داد این کار را میکنه؟ حتما چون دادی. فرداش دوباره جیم میاد و بهش میگه اگه تو نمیری من زنم سارا رو میفرستم زیر پسره. سارا هم میگه کس نگو کسکش، برو از کس ننت مایه بذار. حالا وقتی یه هفته دم سوراخ هم زوزه کشیدیم میفهمی. مدی به خودش میگه که من که همیشه کف پاهم مجانی رو به آسمونه، بذار حداقل اینجوری یه ماشین صاحب شیم. میره برای استخدام. پدر مادر پسره میگه تو سن زیاده، خوره کار کرده باشی. ما یه دختر 20 ساله میخواستیم، اما دلانگیز میگه در عوض من تو خوردن خیلی با تجربم. یعنی میگه بقیه دندون میزنن اما من جوری میخورم که بیا و ببین. میخوری؟ ایرو بخور کسکش پر. میخوری؟ کیر منو بخور. میگه اصلا وقتی که پسرت هنوز تو موز تو بوده من میدادم. یا خدا. قبولش میکنم، فقط میگم پسرمون هیچی نباید از این ماجرا بفهمه. این پسرشون پرسیه که قیافه شبیه 500 تومانی پر است. میره پیش پسره و شروع میکنه نخ دادن، اما این کیر خر عین بز نگاه میکنه. من کلوچه‌ام تو بیای من بخوری؟ دختره میگه اگه این میمیهای بلوری و خوشگل رو نخوری میدم پیشی بخورا. دست چشم درد نکنه. الهی بمیرم برات. دختره میگه من میرسونمت خونه، اما توی راه سر خر رو کج میکنه تو ببرتش خونه خودش و یه دور بهش بده. این چاقال هم فکر میکنه که دزدیدش. با اسپری فلفل میزنه چشمای دختره رو به گا میده. دختره میگه اول تو بودی بعد گاو به وجود آمد. آخه کره خر تو چی داری که من بخوام بدزدمت؟ میخواستم ببرمت خونمون یه حالی به اون شنبول 7 سانتیت بدم. آره کله کیری. با هم برای فردا شب قرار میذارن. فردا سر قرار دختره کلی بهش مشروب میده و بعد میبرتش ساحل. همونجا شورتشو در میاره و هواخوری رو به باد میده و لخت کامل میشه. ای جان اینو یعنی واقعا 100 تومن میدن. 100 تومن میدم بهت. میخوای بیارم اونجا بدم. این بچه کونی هم جوری وایساده که دختره میگه تونبون تو در بیار دیگه، لاچاکو برای تو باز کردم. جا کن. آها کس داری یا. دیوس داره جا میکنه که چند تا بچه میان و اذیتشون میکنن و لباسشونو بر میدارن. دخترم همینجوری لخت میاد بیرون و میزنه خار بچه ها رو، یعنی خار خفیفشون میکنه. برمیگرده میگه بیا اون خیار کوچولو تو جا کن تمامش بره دیگه. اما کونگالبی میگه تو بچه ها رو دعوا کردی و زدی، من ناراحت شدم و میره بیناموس. اکبر سرت چقدر از تو لجن من بدم میاد. فردا دختره پرسی دعوتش میکنه خونش و حسابی براش شیک باسن میزنه و تحریکش میکنه و میگه بیا یکم دکتر بازی کنیم. اما همین که میاد تنبو رو بکشه پایین این بچه کونی کهیر میزنه و میگه پوستم داره خراب میشه و میره. این کس آدم میپرونه خاک تو سرت بکنه آشغال. از فردا دختره هر کاری میکنه تا بتونه این شنبول رو به دست بیاره و صاحب جایزه ماشین بشه. خندمه کنی کیری خر. اما این کله‌کیری بازم پا نمیده. یه شب دختره یه لباس میپوشه که بلکم بتونه کیر پسره رو بلند کنه. با لیموزین دارن میرن رستوران. توی یه رستوران پسره رو مجبور میکنه بره پیانو بزنه و بخونه. منو میبینید به من میگن سیاوخت، به من نخندین آدمای خوشوقت، منم یه روزگاری داشتم این زمونه پیرم کرد.
یکی از همکلاسی‌های پسر اونو میبینه و شروع میکنه باهاش لاپایی، یعنی سرپایی حرف زدن. مدی میگه جند خانم همین پیانو تو کونت، این دوست پسر منه، بزن به چاک. پسرم یواشکی جیم میزنه و میره به پارتی دخترای دبیرستان و با اون دختر همکلاسیش کلی قرص و مشروب خوردن و رفتن روی تخت خواب تا شلب شلوب کنن. اما دقیقاً قبل از اینکه خلیفه به بغداد دخول کنه، مدی میاد و خلیفه رو میکشه بیرون. میگه این موز فقط مال منه و فقط باید در من فرو بره وگرنه ماشین میپره. پسره و موزشو بر میداره و میرن تو لیموزین. بالاخره پسره راضی میشه که تقه دختره رو بندازه. مدی یه کندوم باز میکنه و میده بهش. پسرم میگه این چیه دیگه؟ دخترم میگه کیر خره، چیه خب کندومه، بکش سر اون بی صاحبت که حداقل حامله‌مون نکنی. اما میبینه پسره انقدر مسته که نمیتونه رو موزش سوارش کنه. و عزیز دل از ترس سوراخ ماه تحتش که اشتباهی توش نکنه میگه سیخونک بازی رو بذاریم برای فردا که مست نباشی و چشما سوراخمو درست تشخیص بده، یه سوراخ جدید برامون درست نکنی. پرسی در مورد دوست دخترش مدی به خانواده‌اش میگه و میگه اصلا شاید دانشگاهو ول کنم و همینجا با این دختره حماسه‌ای خلق کنم. وقتی میره تو ماشین مادرش به دختره تلفن میزنه. موبایل مادره به بلوتوث ماشین وصل بوده و پسر همه چی رو میشنوه و کل ماجرا رو میفهمه. فردا عزیز دل رو دعوت میکنه خونه‌شون. میره بیرون و یواشکی با دوستش میزنن اون ماشین جایزه رو داغون میکنن. وقتی برمیگرده خونه با دختره میره طبقه بالا توی اتاق. مدی جان میگه دیگه بیا اون موزتو افتدا کنم. الان یه حرکت میزنم تخمات باد کنه. لخ میشن و میرن تو تخت. اما پسره قبل از عملیات زارت آبش میاد و میرزه رو دختره. پسره میگه دیگه اصلا سوراخ نمیخوام، همه چی رو میدونم. مدی هم میگه به تخمم، یعنی به تخمدونم. میگه منو ببخش، همه این کارا به خاطر این بود که مالیاتمو بدم و بتونم خونمو نگه دارم، ولی به اون شنبول 7 سانتیت قسم که بهت علاقه‌مند شدم. برو کیر تو ناموست کونی، هر کاسه بگیرم کونش بزنم. ماشین داغون رو به دختره دادم و اون باهاش تو اسنپ کار میکنه که بالاخره پول مالیاتو جور میکنه و پرداخت میکنه. عرضم به درستون که مدی جان دنبال یه موز برای اون پوینش میگرده. میره توی یه پارتی سراغ پرسی. بهش میگه ما رو نمودی تو، بیا بریم رو تشک دیگه لازمت دارم. اما این چاقال بازم کفران نعمت میکنه و ادای تنگو رو در میاره و میره دختر خودشو پرت میکنه روی ماشین. پرسی هم میره تو ساحل و دختره رو پرتش میکنه تو دریا، اما خودش بعدش میپره و نجاتش میده و بالاخره این شنبولترا راضی میشه این دختره رو بکنه.